سلام عرض ادب و احترام. توی این ویدیو میخوام در مورد نصب نرم افزار متاتریدر 4 باهاتون صحبت بکنم و اینکه چجوری باید نصبش بکنیم. اولین نکته که وجود داره این پیدا کردن فایل نرم افزار متاتریدر 4 یه ذره سخت شده توی اینترنت، چون سایت MQL5 میخواد متاتریدر 5 رو جا بندازه و کسی هم متاتریدر 5 رو دانلود نمیکنه چون خیلی محیط کاربری مزخرفی داره و از اون گذشته اصلا کار کردن باش اصلا خیلی بده و خوراک کسایی که میخوان برنامه نویسی بکننه. و ما هم با متاتریدر 4 کار میکنیم. فایلشو من براتون توی دانلودا میذارم که دانلود بکنید. فقط قبلش حتما باید فایروالتون خاموش باشه. حالا اگر بلد نیستید که چجوری فایروال خاموش کنید، اگر آنتی ویروس دارید که از تو آنتی ویروس باید این کارو بکنید. اگر ندارید اینجا بنویسید، هم فارسی میتونید سرچ کنید، اینجا همه رو براتون میزنه. حالا ویندوزتون 7 باشه، 8 باشه، هر چی باشه اینجا میتونید سرچ کنید. 8 شو، 9 شو، 10 شو، هر چی میخواید میتونید سرچ بکنید. خیلی ساده است، مثلا یک کلیک ساده است واقعا. میاد توی این پایین سرچ میکنید فایروال، این و استاتوسش رو بهتره، چک فایروال استاتوس رو ببینید. اینجا اگر آنتی ویروس نداشته باشید گزینه‌هاش اینجا براتون اومده و میتونید اونو قرمز رنگ بکنید و دیوار آتشین. حالا کسی که براشون سوال این چیه، این باعث میشه که به اینترنت شما یه دیواری بین شما و اینترنت باشه که هر دیتایی جابجا نشه، هر نرم افزاری خود به خود به اینترنت وصل نشه. و چون این فکر میکنه شما داری دانلود میکنی، ویروس داری دانلود میکنی، حس میکنه این شکلیه، ورمی داره نمیذاره شما دانلود بکنیش. واسه همین اگه آنتی ویروس دارید مثل من، حتما بچه آنتی ویروس داشته باشید حتما. کلا حالا جدا از بحث تکنیکال و این حرفا، همیشه آنتی ویروستون هم لایسنس داشته باشه، یعنی بخرید لایسنسش چیزی نیست مثلا سالی 300 400 تومان یا مثلا تقسیم بر 3 کنید میشه نفری 100 تومان، حالا سه کاربرشو بگیرید، ولی میارزه که کامپیوترتون لایسنس داشته باشه و همیشه آپدیت شده باشه. خب بگذاریم توی ستاپ، بیاید روی نتورک پروتکشن فایروال رو خاموش بکنید، همین برای 10 دقیقه و دوباره این یکی هم خاموش بکنید، این هم خاموش بکنید. خب اینا که خاموش میشه میاد اینو نصبش میکنید، یس رو میزنید. خب یه پنجره براتون باز میکنه، قبول میکنید، نخونده قبول میکنید نکست رو میزنید، این سریع آپدیت میکنه. خب من چون داشتمش از قبل سریع دانلود کرد، یه ذره بالا شما طول میکشه، 26 مگابایت بیشتر نیست. بعد وصل میشه به سایت MQL4 MQL5 ببخشید گفتم 4. خب بریم قبلش، ببینید الان نصب شده. بعد اینجا هست. خب برای ورود به حسابتون روی نرم افزار کلیک بکنید و تا نرم افزار باز بشه. خب این که باز شد، توی متاتریدر هم آموزش دادم البته اینو. میاید روی اوپن ان اکانت، اینجا سرورتون رو سرچ میکنید. مثلا سرور ما الان اینه، وینزور فلان و فلان، و نکست رو میزنیم. اگر حسابتون رو دارید، یه یوزرنیم پسورد دارید توی کابینتون، حالا هر بروکری یک توی کابینتون یه یوزرنیم به شما میده که اون شماره ورود به حساب شماست و اونجا هم بهتون میگه که کدوم سرور رو انتخاب کن. مثلا انا وینزور خط تیر ریل من انتخاب کردم چون اونجا گفته بودن که این سرور شماست و با این سرور باید وارد بشید که توی کابین بروکر شما اونجا نوشته شده. مثلا 33695 حساب معروف اسکالپینگ، اونو وارد میکنی و پسوردتون هم معمولا پسورد کابین ورود به کابین اصلیتونه. مثلا میخواید وارد کابین بروکر بشید، یه پسوردی بهتون میده. حالا بسته جایی که خودتون عوض کرده باشید یا نکرده باشیدش، ما عوض نکردیم. بذارید بزنم. خب پسوردتون رو میزنید و فینیش رو میزنید. به همین سادگی الان لاگین شد، تمام شد و وارد شد به حساب ریل ما و تمام. خیلی ساده بود. حالا اگر بازم سوالی هست بپرسید توی حالا چیز خدایا شبکه‌های اجتماعی. بعد از اینکه نرم افزار رو نصب کردیم، میایم وارد متاتریدر 4 میشیم. شما بهتره که با متاتریدر 4 باید کار بکنید، چون متاتریدر 5 برای برنامه نویسی، همونجوری که توضیح دادم توی ویدیوی قبل که در مورد نصب کردن متاتریدرها بود. من مرحله همه رو پیش میرم چون میخوام دقیقا همون حرکتایی رو انجام بدیم که شما برای اولین بار قطعا پشت سیستم نشستید و دارید اون رو انجام بدید.
خب ما حالت عادی صفحه کاریمون این شکلیه. خب یه ذره اینجوری شد. خب این شکلی صفحه کاری که انجام میدیم و اما شما وقتی که میخواید وارد کار بشید، یعنی میخواید کار رو انجام بدید، همچین صفحه ای نمیبینید. احتمالا روز اولی که نرم افزار رو باز بکنید با همچین صحنه روبرو میشید، با این صحنه که یه نموداری افتاده روش، یا سبز رنگ یا سفید رنگ، جوری مشکی رنگ و سفید مشکیه یا سفید قرمزه. ما نحوه تنظیمات این رو جلوتر بهتون میگم که چجوری باید از این حالت به این حالت یا هر حالتی که خودتون راحت هستید اون رو تبدیل بکنید. از منوی اول شروع میکنیم به کار کردن و دونه دونه این منوها رو با هم کار میکنیم، مثلا ببینیم اینا چی هستن یا اصلا ما اینجا چی کار میکنیم تا قشنگ براتون جا بیفته که دقیقاً چجوری میشه با نرم افزار کار کرد و در طول روز با این نرم افزار معامله انجام داد. خب توی قسمت اول وارد نیو چارت که بشید، میتونید یک چارت جدیدی رو اینجا برای خودتون باز بکنید، یعنی یورو یو اس دی باشه. اینا ارزهامونن، همونجوری که حالا تو ویدیویی که در مورد ارزها هست توضیح خواهم داد که یا دادم احتمالا، چون الان هنوز اون رو آماده نکردم، نمیدونم الان قراره اون رو توضیح دادم یا ندادم هنوز. اینجا بحث شاخص ها هست، شاخص کشورهای مختلف، مثلا جرسی که همون دکسسی یا همون شاخص بورس آلمان هست و انرژی هامون، نتگز و کریپتو ها. حتی اگه بروکرتون پوشش بده، بروکری هم باشه که اجازه معامله روی کریپتوکارنسی ها رو بهتون بده. سهام ها مثل سهام AMD، اپل، سیسکو، ایبی، فیسبوک، اینتل، مایکروسافت و الی آخر. نقره، طلا، همه اینا رو میتونید اینجا انتخاب بکنید. البته که یک گزینه‌ای وجود داره اینجا، ببینید این شکلیه، بهش میگن مارکت واچ. خب شما روش کلیک میکنید، تمام شاخص‌ها که میتونید روش معامله انجام بدید براتون باز میشه. یعنی هر آنچه که بروکر شما ارائه میده برای انجام معامله اینجا هست و شما روش کلیک میکنید، میتونید گزینه‌هاشو که قرار دونه دونه جلوتر با هم کار میکنیم استفاده بکنید. خب بریم منوی فایل ادامه بدیم. منوی فایل رو اوپن آفلاین بذارید باز بشه. خب یه سری دیتا رو شما آفلاین اگه ذخیره کرده باشید یا بخواید از اون دیتا ببینید این شکلی، از دیتا آفلاین بخواید تحلیل انجام بدید، این شما میتونید خودتون اینجا اد بکنید یا کارشو انجام بدید. اما خب دیتایی نیستش که الان مد نظر ما باشه، فعلا با این گزینه ما کاری نداریم. نحوه استخراج دیتای آفلاین و اینا رو همه رو تو بهتون میگم جلوتر که اصلا چجوری دیتا آفلاین در بیاریم برای کسایی که میخوان برنامه نویسی بکنن، بیان دیتا هیستوری رو در بیارن از این قسمت. حالا همه اینا رو با هم کار میکنیم، اصلا نگران نباشید، گام به گام جلو میریم. آخرین نمودارهایی که شما از چارتتون حذف کردید توی این لیست اومده پروفایل هاست. پروفایل ها رو اینجا باید توضیح بدم که چجوری پروفایل بسازیم. مهمترین گزینه هایی که توی این منوی فایل برای شما کاربردی هست، یکی اوپن دیتا فولدره، یکی سیو از که از شارتتون اگر بخواید سیو بگیرید، مثلا از این چارتی که اینجا موجوده من میخوام یه عکسی رو سیو بگیرم، سیو از پیکچر رو میزنم. اگر گزینه پست ایمیج آنلاین این MQL5 چارت باز باشه، چه اتفاقی میفته؟ این عکس میخواد پست بشه توی سایت MQL5 چون خودتون انتخاب کردید. توی این سایت بذارید باز بشه. اگه یوزرنیم پسوردش رو داشته باشید اینجا وارد میشید باش و این سایت عملا یه سایت مرجع است برای معامله گرها که اینجا VPS اجاره میده. حالا اینا VPS چیه، سیگنال چیه، همه اینا رو فریلنس کار کردن اینجا چیه رو همه رو یکی یکی جلوتر یاد میگیرید. الزامی نداره که با این سایت شما مثلا کار کنید، اصلا نیازی بهش نداریم اونقدر. این برای پلن سرمایه گذاری بعضی وقت استفاده میشه، پلن برنامه‌نویسی، کلندر داره و هزار تا چیز دیگه. خب اگه حالا اون گزینه رو نزنید، سیو از پیکچر رو نزنید، ببینید اینا نباشه، براتون توی کامپیوتر خودتون سیوش میکنه. اینجا حالا میتونید یه مسیر بهش بدید، هر مسیری که خودتون میخواید تو هر درایوی که دوست دارید اون رو سیو بکنید با هر فرمتی که البته فرمت PNG بیشتر نمیذاره، هر فرمتی نیست. فرمت PNG رو که یک فرمت خوبیه برای اینکه فرمت PNG با JPEG فرقش اینه که PNG برداری تر سیو میکنه و عکس رو با کیفیت بالاتری سیو میکنه. به خاطر همون این فایل رو PNG گذاشتن.
خب این زیاد مهم نیست، بریم مبحث بعدی، بحث اوپن دیتا فولدر. ببینید تو اوپن دیتا فولدر ما فایل های اصلی نرم افزار متاتریدرمون اینجاست. فایل هایی مثل اندیکاتورها. حالا اندیکاتورها چی ان؟ میگم استرس نگیرید که الان کلماتی که من میگم رو نمیدونید، دونه دونه محله به محله من کلمات رو هی باز میکنم تا وقتی پیش میریم اون بازه لغوی شما از نظر معامله گری هم کامل میشه. تمپلیت ها اینجاست، پروفایل ها اینجاست، MQL4 اینجاست و اگه اینجا وارد بشم اندیکاتورها هم اینجاست. یه جورایی کور اصلی فایل هایی که من مورد نیاز من هست توی استفاده از این نرم افزار متاتریدر 4 اونجا هست. خب به وقتش الان حالا اونو با هم کار میکنیم، چجوری اندیکاتور اضافه بکنیم یا چجوری از اون فایل استفاده بکنیم. مهمترین قسمت اینجا همین اوپن اکانت، یعنی قسمت مهم دیگه ای نداره. این بحث MQL5 و همون مواردی که بهتون گفتم توضیح میدم که چجوری به وب تریدر رو اینا وصل بشیم، ترید اکانتمون رو اینجا لاگین بکنیم و الی آخر. گزینه پرینت ستاپ و پریویو دیگه خیلی مشخصه، نیازی به توضیح نداره. پرینت میخوایم بگیریم از این صفحه معاملاتیمون، اونجا میتونیم تنظیمش بکنیم که چه شکلی باشه و اینو میتونیم پرینت بگیریم. اگه نیاز به پرینت دادن باشه به جایی ازش استفاده کنیم. اینم از بحث پرینت گرفتن. خب بریم بحث اصلی خودمون، اوپن ان اکانت. این مهمترین قسمتی است که توی نرم افزار متاتریدر 4 ما میخوایم استفادهش بکنیم. توی اوپن ان اکانت ببینید که الان یه سری سرور برای من اینجا باز شده. خب این سرورها چیه؟ شما میتونید سرچ بکنید هر سروری، هر سرور بروکری که میشناسید، هر کارگزاری که میشناسید رو توی بحث کارگزاری من توضیح دادم که کارگزاری چی هست، ما چجوری با کارگزاری ها کار میکنیم. فرض میگیریم کارگزاری وینزور یا کارگزاری حالا FXCM یا FXTM، هر کارگزاری شما مد نظرتونه. اگر توی این لیست نبود که احتمال زیاد نیست، شما باید بیاید اول روی add new broker اینجا کلیک بکنید و اسم اون بروکر رو اینجا بزنید، مثلا وینزور. خب وقتی میزنید گزینه اسکن رو باید کلیک بکنید. این اسکن میکنه سرورهای اون بروکر رو برای شما لیست میکنه. الان وینزور بروکرز 4 تا سرور داره، یکی دمو، ریل و LTD دمو و LTD ریل. خب فرض میگیریم که ما حساب ریل داریم. اون حساب ریل یا دمو که باز کردیم، یوزرنیم پسوردش هم الان دم دستمونه داریم، روی اون کلیک میکنیم، نکست رو میزنیم. اینجا به ما داره میگه میخوای یه دونه دمو باز بکنی، سوال میکنه. ما میگیم نه، نمیخوایم، جفت اینا رو نمیخوایم، چون اصلا بروکر ما اجازه نمیده این دوتا رو الان با نرم افزار انجام بدیم. برای ساخت اکانت دمو یا اکانت ریل باید برم توی سایت کارگزاریم، میرم توی اون کارگزاری لاگین میکنم و اونجا برای خودم اکانت میسازم. اون اکانتو که ساختم میام روی این گزینه کلیک میکنم، یه شماره اکانت به من داده، مثلا 33695. خب این شماره اکانتیه که اونجا بهم داده. یه پسوردم دارم که همون پسورد ورود به کابین کارگزاریمه. هر پسوردی که براش گذاشتید موقع ثبت نام، اینم همون پسورده. مثلا هر چی که اینجا هستو میزنیم و فینیش رو میزنیم. به محض اینکه ما این کار رو بکنیم وارد حساب معاملاتیمون شدیم. این بالا برای ما میاد که مثلا نوشته 33695 وینزور بروکرز ریل. اگه این اتفاق نیفته یا این پایین، این گوشه سمت راست رو نگاه بکنید، اینجا بزنید دیزیبل، یعنی من یه چیزی رو اشتباه زدم، یعنی یا شماره اکانتم یا پسوردم اشتباه زدم. احتمالاً اگه سوالی هم پیش من، چون میدونم بچه‌ها سوالا پیش اومده که بهتون دارم زودتر جوابشو بهتون میگم. اگه اینجا نوشت دیزیبل یعنی شما اشتباه زدید گزینه‌تون رو، یا پسورد یا اکانتتون رو دارید اشتباه وارد کردید، یا اون اکانت شما هنوز اپروو یا اپروو فارسیش تایید نشده. اگه تایید شده باشه اینجا وارد میشید. برای تایید اون هم شما کاری نداره، بعد از اینکه حسابتون رو میسازید یه فرمی داره که تو بحث بروکر رو کاملا توضیحش دادم، اون رو پر میکنید، خیلی ساده است و براتون حسابتون تایید میشه. خب اینم از این موضوع. پس نحوه ورود به حساب معاملاتی من این شکلی بود که میمدم اوپن اکانت رو میزدم، سرورم رو انتخاب میکردم، از اینجا گزینه نکست رو کلیک میکردم و
روی این گزینه کلیک میکردم، یوزرنیم پسوردم وارد میکردم و فینیش رو میزدم. اینجوری من وارد میشدم به حسابم. اگر وارد بشم به حسابم، این پایین یه دونه برای من گزینه میاره که با کلیک کردن به روی این پنجره ترمینالز برای من باز میشه. برای چی حالا دارم اینو میگم که این پایین گزینه میاد؟ چون اگر شما درست وارد بشید، مقدار اکانت شما این پایین میاد. حالا $1000 $100 یا اصلا حسابتون دموه، یعنی آزمایشیه، یه حساب 50000 تایی دمو هم باز کرده باشید، این پایین مینویسه 50000 تا براتون و میتونید باش کار بکنید. این از گزینه فایل. توی ویدیو بعدی، موارد بعدی رو میگم که این ویدیو خیلی طولانی نشه، که بتونید تقسیم بندی بکنید که خودتون با منیج زمانی خودتون ببینیدشون.